پیش از بازی فینالی بازی برای جای سوم میان دسته‌های پنشر ناحیه جلال‌الدین بلخی و سامان ناحیه دنگره برگزار گردید که در این بازی پنشر با حساب 3-0 غالب آمد. شروع از سال 2012 جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه اندازی شد و اولین برنده این جام دسته ریگر ترز شهر ترسونزاده بود. آخرین برنده جام باشد دسته روشنی کولاب و اینک امروز فینال این جام برگزار می‌گردد. این بازی میان دسته های استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار خواهد شد و باید بگویم که کلوب استقلال شهر دوشنبه 5 مراتب برنده این جام است. امروز بازی فینالی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2025 در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه بین دو کلوب نامدار، دو کلوب فکر میکنم از لحاظ سطح صفت خوب، یعنی استقلال دوشنبه و کلوب مرکز ورزش ارتش وزارت مدافعه اینجا برگزار میگردد. من فکر میکنم بازی خوب است، بازی خوب میشود، برای اینکه این دو کلوب، یعنی دو کلوب، این دو تیم از اول نقض بازی کرده آمدن تا مرحله فینالی. البته شهادت از آن میدهد که کلوب ها خوب هستند. مسلم است که بدوش شما در سطح صفت بالا، البته شرایط کامل برگزار کردن این مسابقه است. تا کدام اندازه شرایط ها برای برگزاری این فینال کاملا؟ البته این ورزشگاه با همه طلبات ها جواب میگوید، اما به هر صورت بله، کمیته تدارکات این مسابقه تمام شرایط ها را برای برگزاری این مسابقه، این بازی فینالی مهیا کرده است. من فکر میکنم حتی اقلیم، یعنی که باد و هوا هم به طرف ماست. بسیار یک باد و هوای خوب است، فضای خوب است، همه چی آماده است، دستا آمادگی میبینن. بازی نظم را انتظار است. فوند جایزوی تأسیس داده شد در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان و خیلی مبلغ بلند و بالا هم هست. برای
باز در یک سطح و صفت خوب برگزار شدن مسابقه تحت سرپرستی محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبالی تاجیکستان محترم حسین مالی فوند جایزوی 100,000 سومانی پیش بینی شد که غالب این مسابقه 50,000 سومان و نایب غالب یعنی که جای دوم برای مقام دوم 30,000 سومان و برای مقامدار سیوم که علاقه کلوب فوتبال پنشهر جلالدین بلخی معین شد 20,000 سومان پیشنهاد شده است. شمس‌الدین قاسموف سرمربی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش در شهر تاشکند در جمع تعلیمی و تمرینی با هیئت اساسی دسته قرار دارد و امروز جمشید جان براتوف اون کس را در این فینال عوض میکنند. خب درست جمشید؟ بله درست کردید. چی آمادگی داریم؟ ما اولا کوشش میکنیم که برای فینال برای مخلصان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بازی خوب نشان دهیم. و تا جایی که ما اطلاع داریم چند نفر از بازیگران هیئت اساسی از تاشکند هم آورده شدن برای این بازی. بله برای که در پول فینال بازیگری ما کارت سرخ گرفت و ما از رهبر طلب کردن که با ما بازیگر روان کنن که تا که ما در فینال بازی خوب نشان دهیم. یعنی از این برمی آید که این فینال برای شما خیلی ضرور است. برای ما بله البته برای ما خیلی ضرور است زیرا که فینال در حیات انسان کم میآید. برای که ما کوشش میکنیم که فینال را با سری بلند با بازی خوب نشان دهیم. اما تا رسیدن به این فینال خیلی بازی های مشکل رو پشت سر کردید. بله یک بازی که بود با سامان دنغره که دسته خیلی خوب بود و ما توانستیم که آن دسته را با ضربه های سلسله‌ای جریمه‌ای پنالتی مغلوب سازیم. خب ببینید که دسته استقلال البته هم هیئت کامل دارد و هم تجربه خوب و بیشتر دارد. 5 مراتب برنده این جام است. این چیز به شما فشار میآورد یا نه؟ نه برای که آنها هم دستند، آنها هم بازیگرند، دسته ما هم بازیگرند و ما کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم. Юрий Батуренко, Йовари, сармурабби дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе. Как готовимся? Готовимся нормально. Не получилось поехать в Эмираты, в общем, на сборы. Готовимся здесь, через игры, тренируемся. В общем, все идет по плану. Не жалуемся. Новичков увидим, нет? Да, увидите. Только одного уже знаете, да. Это Джозеф, а второго Лоренса он сегодня будет играть. Увидите. Так что, и еще, да, Резото, иранец, тоже играет. Так что увидите. Вы в полном составе, укомплектованы, а ЦСКА играет как-то смешанным составом. Ну, вы знаете, не могу комментировать игру и состав соперника. А мы играем, да, те, кто на данный момент сильнее. Любая победа, она очень важна. Самое главное, знаете, чтобы был дух победителя. А основное, это все равно подготовка к чемпионату. Как февральская погода? Я просто в восторге от душанбинской погоды. Удачи вам, Юрий. Спасибо вам. با یاوران هر دو سرمربی‌ها صحبت‌های خود را انجام دادیم. اکنون فکر میکنیم که یک بازی مجلو ما و شما را در پیش است. نگاه نکرده به آنه که البته هیئت دسته استقلال کامل است، هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد اندک آمیخته، اما آنها وعده دادند که آنها البته برای غالبیت در این فینال بازی خواهند کرد.
البته بازی‌های جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان این مرحله آمادگی دسته‌ها با موسم نو بوده، محض در همین بازی‌ها بازیگران نوی دسته‌ها سنجیده می‌شوند و بازی فینالی نیز استثنا نیست. استقلال در هیئت اساسی بازیگرانی در این روزانه گرفته را به میدان آورد. رضا دهقانی، جوزف اوکارو و محمد جان رحیموی دوباره برگشته به استقلال، اینچنین نیکلاس لاورنس به میدان آمدند. هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش باشد چنانچه گفتیم هیئت آمیخته بود، زیرا هیئت اساسی دسته در شهر توشکند در جمع آمدهای آمادگی به موسم قرار دارد. به نظر چنین می رسید که استقلال چنین هیئت آمیخته کلوب مرکزی ورزش ارتش را در دقیقه های اول گلباران می کند، اما چنین نشد، هرچند که تشبث بازی پورا در دست شاگردان ایگور چریفچنکو بود. گل استقلال باشد به دقیقه 20 بازی راست آمد. دنیس بیگانویچ با یک ضربه سخت و قوی حساب دیدار را کشاد. البته در بازی بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش یک دیگر فهمی دیده نمیشد، زیرا چنانچه گفتیم اینجا نه همه بازیگران هیئت اساسی بودند. استقلال باشد پورا بازی را نظارت میکرد. قسم یکم به پایان میرسید و به نظر چنین میرسید که این قسم با همین حساب انجام مییابد. اما با این اندیشه بیگانویچ راضی نبود و در دقیقه های اضافی گل دوم استقلال را وارد دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش کرد. چیر فرصت هست، ضربه زده بشود و گل دوبل میکند دنیس بیگانویچ. حساب باشد 2-0 به فایده استقلال بشود. و با این هم دوباره اجازه نمیدهد بختیار کمیلوف از صدوش کش را از انجام قسم اول میونه دستوی استقلال و کلوب مرکزی ورزش ارتش بلند میکند. 2-0 با دوبل دنیس بیگانویچ استقلال به تنفس میرود. قسم دوم بازی مثل قسم یکم صورت گرفت. فقط پیشتاز باید بگوییم که در این قسم دسته ها به دروازه همدیگری گل نزدند، اما توانستند که بازیگران ذخیروی خود را به میدان بیارند. به ویژه استقلال در قسم دوم 7 بازیگر احتیاطی خود را به میدان برآورد. کلوب مرکزی ورزش ارتش نیز و بازیگران ذخیروی جوان خود امکان داد که فضای چنین مسابقه را احساس کنند. حتی دروازه‌بان طاهر سلیم ساقف در دقیقه های آخر چاوردین مبین سم را عوض کرد. 2 گل زده بیگانویچ در این بازی غالبیت استقلال را تامین کرد و استقلال بار ششم جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را صاحب گشت.
در مراسم جایزه سپاری نخست داوران بازی این روزها مکافاتانیده شدند. دنیس بیگانویچ همچون بهترین بازیگر بازی قدردانی شد. مقام سوم نصیب دسته پنشیر گشت. کلوب مرکزی ورزش ارتش مقامدار جای دوم و استقلال غالب مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال 2025 شد. باید گفت فوند جایزوی مسابقه 100,000 سامانی را تشکیل داده برنده جای سوم 20، جای دوم 30 و صاحب جام صاحب 50,000 سامانی گشتند. خوب اینک فینال نوبتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان با غالبیت دسته استقلال با حساب 2-0 بر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش به انجام رسید و اینک مراسم جایزه سپاری را هم ما و شما یکجا دیدیم. البته همه ستاد مربیان و هواداران دسته استقلال را با دریافت جام نوبتی مبارکباد میگوییم. در همین جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.